مردی ساقی محمد نام داشت و به مردم در بازارها آب می فروخت. با اخلاق حمیده و نظافت و پاکیش در بین مردم محبوب گشته بود. روز خبر به پادشاه رسید و به وزیر فرمان داد تا محمدی ساقی را به نزد او حاضر سازند. وزیر او را از بازار دریافته نزد پادشاه حاضر کرد. پادشاه با او گفت از این روز بعد در قصر من کار میکنی و تنها به مهمانهای من آب خواهی داد. محمد گفت به جان و دل خدمت میکنم. نزد همسرش رفته این خبر خوش را به او گفت. صبح با زیباترین لباسهایش متوجه قصر پادشاه شد. به مهمانها آب میداد. بعد انجام کار پهلوی پادشاه نشسته به او قصه ها میکرد. هنگام فرو رفتن آفتاب اجر کارش را از پادشاه میگرفت و به خانه اش برمیگشت. بعد چند مدت در قلب وزیر نسبت محمد بدبینی پیدا شد، زیرا محمد یکی از نزدیکان پادشاه قرار گرفته بود. روز وزیر با محمد روبرو شد و به او گفت پادشاه از بوی بدی دهان تو پیوسته شکایت میکند. ساقی حیران شد و گفت راهی حل چیست؟ چی کار کنم؟ وزیر گفت به دهانت روی مالچه را ببند تا پادشاه ناراحت نشود. محمد گفت بله این کار را حتما میکنم. این صبح محمد به دهانش روی مالچه بسته به سوی قصر راه گرفت. پادشاه این حالت را دیده حیران شد و ولی چیزی نگفت. ساقی با چنین حال چند روز کار کرد. روز پادشاه از وزیر سبب روی مالچه دهان ساقی را پرسید. وزیر گفت می ترسم اگر گویم شاید سرم را ببرید. پادشاه گفت بگو تو در امان هستی. وزیر گفت محمد ساقی از بوی دهان شما شکایت می کند پادشاهم. پادشاه سخت غضبناک شد و خبر را به همسرش رساند. زن گفت کی جرأت کرده است تا این سخن را به شما روا دیده است؟ فردا سر او را ببرید تا به دیگران عبرت شود. پادشاه گفت چه مصلحتی خوبی دادید. پادشاه جلاد را فرمان داد شام اگر دیدی نفری در دستش دسته گل از قصر خارج می شود سری او را از تن جدا کن. ساقی مثل هر روزه کار را به انجام رسانده نزد پادشاه آمد. پادشاه به او دسته گل داد و او را گسیل کرد. پیش از برآمدن دروازه قصر ناگهان وزیر ساقی را دید که در دستش دسته گل هست. پرسید این گل را از کجا گرفتی؟ ساقی گفت پادشاه برایم تحفه کرد. وزیر گفت گل را به من ده، من لایق این گل هستم. ساقی گل را به او داد و برآمد. وقتا وزیر با گل از قصر خارج شد جلاد او را دیده سرش را از تن جدا کرد. باز ساقی مثل عادت هر روزه به دهان روی مالچه بسته به قصر رفت و کارش را دوام داد. پادشاه او را دوباره دید و حیران شد. آخر او باید کشته می شد. ناگهان او را به نزدش خواند و از او پرسید سببی بستن روی مالچه چیست؟ ساقی گفت پادشاهم وزیرت مرا خبر داد که شما از بوی دهان من رنج می کشید و به من گفت به دهانت چیزی ببند و نخواستم شما را ناراحت سازم. پادشاه گفت دسته گلی داده ام کجاست؟ ساقی گفت او را وزیر از دستم گرفت و گفت من لایق این گل هستم. پادشاه تبسم کرد و گفت بله او لایق و سزاوار این گل هست. البته همین از پاداش و پیامد نیتی نیک و نیتی بد.